بعدی دارم. تو بگو من کجا بایستم، من دارم میرم. وای آی من چای بریزم. ما میرسه میگیم از بود و دقیقه اومد بیفته اون تو بعد ما تو بگو من کجا بایستم، من دارم میرم. دالوی این درخت ها میشه اینجا که حالا باغ بستم. برو جلوتر. پس حواست باشه من نمیگم. باشه من حواسم هستم. میشینه میگه به من چه این شکلی. برو پایین تو. چی شد دوباره؟ خب پیش نشد یه لباس نداریم. بابا گوشی تو بکن. امیر بیا بیاند سایا تو هم یه ذره بیایم باشه. یواش یواش.
شوت بعدی داره مشخص میشه. شوت بعدی داره مشخص میشه. ما بچه هم نداریم. میگم آقا باشه بچه هست دیگه ول کن. آره رفتی به ما نداره کلم. نه بیا براتون کیکینو آوردم. کجا؟ وای وای آی من چای سلام نمیبینی خوشش بچه تا وسط مه نرو جلو علیسا مامان بذار بره. اینجا اینا این بچه اینو ببینید ساعت بود گفت یا اول ساعت بیا اومده باز علیسان ستابی هم شده رفت بزن یادم آورده بودن گفتم استف اینو با پیشش برده بود اندازون میرفت پایین اندازون نگاه میتاه مگه میومد علیسان بیرون نمیومد دیگه بیلو نشکنی. بیل خیلی مهمه. حواست به بچه باشه ها. چطور تا این ور اون بر نگرده. با به بچه نگاه کن. والا چطور کنم میترسم. خود مامان میگه مثلا خواهرای وحید خانوادگی اصلا بگو یه برکه میترسم. میگم یعنی مامان میگه موج یه دفعه برعکس بشه نه میگه اونا یعنی یه جوب آب بچه ها رو نمیدارن. خدا نکنه موج اینجوری بیاد چی میگفتن علی گفته سوارکاری و شنا و تیراندازی ببین داره ماهی خب دیگه جزشه دیگه نه کاری ندارم که میگم خدا نکنه موج اینجوری بیاد خدا نکنه. این دیگه همه رو برداری براها این چجوری تو این حالم گرفته؟ تو رو آماده میکنن با قایق میرن جلو تو رو میندازه تنابش رو میکشه چیزی نداره که چی آشغال جمع کرده. نه اینکه کوچولوه این چیزی نداره همینا ماهی ها میندازن دیگه آره اونایی که با قایق اون وسط ها هستن اونا الان دارن سید آیهان میگن میندازن 200 تا میگیره 200 تا 20 تا 30 تاش کوچولوه اینقدر میندازن رو به درد نمیخور مزه ای هم نداره مال دریای اینجا کوچولوهاش چیزی هم همین دیگه چابهار هم نزدیک ها ماهی نیست اصلا میگن دیگه تموم شده که هیچی نداره. دیگه زیستگاهشون هم بین بردن دیگه نت شرال بود چی بود لامسته بود آره تموم مامان به خدا من یه جورابو بکنم رفتم آوردم اوکی ولی جورابه رو میکنم ببین مرده میگه بیا جلو.
علیسان بیا جلو زبونمون مو داره بود بیا جلو دیگه بیا همونجا خوبه بابا همونجا آقا امروز حادثه آفرینی نکردی. خوب کاری کردم فاطمه این ببین بچه فاطمه ببینید با امروز حادثه آفرینی نازش نکردی. هستم خوب کاری کردم بله ما رو سکته دادی فقط. میذارن توه داشتم فیلم رو میدیدم بابا هست یهو میره پایین بابا هست یه دفعه میره پایین همین ما اینجا چیز همین میتونه یه سریال درست به خدا اینجا میومد خب جاده بود این وسط رو گود کرده بودیم که میکسر از اون ور بیاد بره اینجا بتون بزنه اینجا هم داشتن سیروهای سیمان اینا رو نصب می‌کردن ما یه حسابدار داشتیم آقای جان نثار اون موقع شاهدی پوشیده بود این از اون ور که اومد دید ما اینجا داریم زود میکنیم به قول معروف سیروها رو نصب ما شبم بود صبح این رفتنی اینجا رو ما نکنده بودیم بیازم کنده بودیم با لوگو سکان کن خیالی که بیادم به ما میرسه میگیم از هم زود یه دقیقه نبود اومد بیفته بود که بعد ما هم سرم شلوغ بود نمیدونست اسمش رو به پسره میگه دیگه پسر میگه اسمش چی میگه علیسا من میگه چی میگه علیسا چه خون سرد بود یه رو بعد من بچه هم بادم آقای مهندس یه لجن شده بود آیدم بود با میلته افتادم اون تو داغون شده بود بنده خدا جان همین همیشه خیلی بچه سیاه زمستون